حضرت حکیم الامت آنوی رحمت الله تعالی حکایتی عارف فرزانه را آوردن که ایشون شبا تهجد میخواد، ناله میکرد، فریاد میکرد، فغان میکرد، سجده‌های طولانی میکرد. از اون طرف فریاد میآمد که هیچ عبادت تو قبول نیست. این از این طرف عبادت میکرد، از اون طرف هیچ عبادت تو قبول نیست. یکی از این مریدا و متعلقین شبانه که همطور اتفاقی خب گذرش افتاد به این اتاق خصوصی استادش و از این طرف مناجاتاشو میدید، از این طرف این صداها رو شنید، فردا صبح خیلی یک کشمکش درونی حالتی در وجودش آمد. رفتش استادش گفت استاد من تو عارف بودنت، تو بزرگ بودنت، تو کامل بودنت هیچ شکی ندارم، خود منم اگر تا به حال الله تعالی تو مسیر قرب خودش، وصل خودش چیزی به من داده، به برکت همین بودن در کنار تو الله به من چیزی داده. من حق ندارم به تو بدگمان باشم، من حق ندارم نسبت به تو سوء ظن و این بیادبی و گستاخی رو بکنم. اما حکایت چی بود؟ مثلا از این طرف شما داشتید عبادت میکردید، از اون طرف این صداه واقعا چی بودین؟ و این تو یه شب اینا رو شنیدی، من چندین سال دارم اینو میشنم. بعد اون گفت خب استاد پس چرا این همه خودت رو اذیت میکنه؟ این همه شب تهجد خوندن ها پس برای چیه؟ شب بیداری ها برای چیه؟ این گریه و زاری ها پس برای چیه وقتی صدا از این بر اینطوری میگه؟ بعد اون گفت ببین توی خدای دیگه غیر از این برای من پیدا بکن، یه دری دیگه پیدا بکن، من چاره غیر از این ندارم، میزنم این در رو تا باز بشه، چون غیر از اون معبودی نیست، غیر از اون مطلوبی نیست، غیر از اون دری نیست، غیر از اون جایی نیست، من خدایی غیر از اون ندارم، میزنم این در رو تا باز بشه، فریاد میزنم تا بشنوه، چون اصلا غیر از اون دیگه من ملجأ و منجعی و پناهگاهی دیگه ای ندارم. بعد شب همین شاگرد خواب دید، یه سروش غیبی، یه هاتفی شب بهش گفت که به برکت همین در حقیقت نگاه واحد و استاد تو و همین عشق و سوز، یک ابتلا بود، یک آزمایش بود براش، اون عبادت چندین سالش رو هم الله تعالی قبول کرد و الله تعالی او رو به آخرین حد ولایت و دوستی خودش هم رسوند.